و یشترط فی المعقود علیه فی البیع، شرط هایی که در خرید و فروش در مال باید باشد، اولا ان یکون مما یباح الانتفاع به مطلقا. شرط اول این است که آن چیزی که می فروشید و آن چیزی که می خرید مباح باشد، مطلقا خرید و فروشش اجازت باشد. شرط هایی که در بالا گذشته متعلق به خریدار و فروشنده بود برادرها. این شرط ها به عین مبیع است، به آن چیزی که فروخته میشد یا خریده میشد. آن چیزی که می خرید یا می فروشید مباح باشد، یعنی حرام نباشد. فلا یصح بیع ما یحرم الانتفاع به، صحیح نیست خریدن یا فروختن آن چیزی که فایده بردن از وی حرام است. کل خمری، مانند عرق به این می‌دراید، یعنی نبیذ یعنی وینا، پیوه، مواد مخدر، تمام انواعش همش حرام است. داروگی، تبابت، این گپا دروغ است. همه نوع مواد مخدر حرام است. الخنزیر، خوک، فروختن گوشتش، روغنش، پوستش، همه اجزایش حرام است. و آلات اللهوی، و آلات موسیقی خریدن و فروختنش حرام است. و المیت، خود مرده، اگرچه گوسفند باشد خود مرده، مالی که خودش مرده است او حرام است، فروختنش هم خریدنش هم استفادهش. لقوله صلی الله علیه و سلم ان الله حرم بیع المیتة والخمر والاصنام، متفق علیه. بنابر قول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفتند که الله تعالی حرام گردانید فروختن خود مرده، فروختن عرق یعنی خمر و آن چیزایی که به خمر ملحق است مانند مواد مخدر، و الاصنام، صنم ها، بت ها. بعضی علما به بت ها داخل کردن امروزه آن لختک هایی که در شکل آدمی یا در شکل حیوان ساخته شده است. متفق علیه. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. ولی ابی داوود حرم الخمر و ثمنها، در سنن ابو داوود آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عرق را و پول آن را حرام کردند. و حرم المیتة و ثمنها، خود مرده را حرام کردند و مبلغش را هم حرام کردند. و حرم الخنزیر و ثمنه، خوک را حرام کردند و پولش را. یک آدم میگه که من خوک نمیخورم، لیکن خوکبانی کرده، از حساب خوک مبلغ به دست میآورد و بعد با اون مبلغش مثلا گوشت گوسفند و نان و چیزای حلال میخرد، اونم حرام است. ثمنش هم حرام است، یعنی پولش هم حرام است، خودش هم حرام است، پولش هم حرام. یا آدم عرق نمیخورد لیکن عرق میفروشد، از حساب عرق مبلغ جمع میکنه، حرام است. و حرم الخنزیر و ثمنه، خوک حرام کرد و پولش هم حرام کرد. ولا یصح بیع الادهان، و این چنین فروختن روغن های نجیس، النجیس و المتنجس، روغن هایی که خودش نجاست است مانند روغن خوک، یا روغن هایی که به روغن های نجاست آمیخته شده است، اینا حرام است فروختنش. لقوله صلی الله علیه و سلم، بنابر قول پیامبر صلی الله علیه و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی اگر چیزی را حرام گرداند پولش هم حرام میگرداند. و در فی المتفق علیه، و در آن حدیثی که هم امام بخاری و مسلم اتفاق کردن آمده است که ارأیت شحوم المیت فإنها تطلع بها السفن و تدهن بها الجلود و یستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. بعد پرسیدن که یا رسول الله خبر دهید روغن خود مرده را، چون از روغن خود مرده کشتی ها انداوه کرده می شود و پوست ها روغن کرده می شود و با آن مردم چراغ می گیرند، چراغ می سازند با آن روغن ها. فقال لا هو حرام، گفتند که نه، فروختنش حرام است، یعنی فروختن روغن خود مرده حرام است. گفتند یعنی که الله تعالی وقتی که یک چیز را حرام کرد فروختنش را هم